سعدی گم نتیده میگم همین بگه آش نابد کی باشه سعدی؟ چه نابده که؟ فرمان جان نابده دل شد اوه دل شد جو خط پکک آرامکک میشنیه او نابد تو بود از که آش با؟ میبخشه برادرها او اینمی هفته میومد او آش کردم او رفته آش یک به یک دو به یک سرگوشت او خورده کویا جویا با آیو تو با نوبتی من رحمت دلشاد جان رحمت اوخی همه شاهد بودین که اومده ینگه زنگ زد رفت و ما آشتو نخوردم اکا او خودت زن کلام باشی ای بیمه چی؟ من گفتم اسفندیار بدی ها همه دلشاد راست میگه همه آش همیره ما خوردم 100% راست میگه آش همه خیلی که کیف میکنه خیلی ساده ره ینگم فریاد کرده رفته تو خوردی اکو من رفته باشم نرفته باشم یکی بیادم نیست بدی اکا همونجا ده بدی خیلی باشد این بگاه نوبت کی کنی گبزتونه باشه خرمان جان دلشاد جان این بگه نوبت اسفندیار جان انا مبارک شما اسفندیار نوبت آش از آن شما بودن برادر نوبت آش گیره خیلی گپ نیست نوبت ما اشما یک خواهش دارم برادری عزیز چی خواهش؟ همه آشا هفته دیگه موندن در کن هفته دیگه؟ چی؟ سبب از چیه؟ این هفته ما بسکشی دارم چی؟ بسکشی دارم بیا بس که دیگه درباره بود شخ نکن او برای چی؟ و چه برای چی اونو هفته بسکشی بود رفتم ما این اودام بیسور یعنی میخواه وقت بیسور جیغ چنگ خوک باور میکنید یک کس همی کراسوفکی ما زیر کرد جیخید همی گفتم خم میشم کراسوفکی ما توضیح کنم که یک کسی دیگه آیم پشتی تخت پشتم یا زین زد سوار شد مره 3 بار گذاشتم با شما بلیط های ارزان لازم باشد با واتساپ اویاکاسه 16 زنگ بزنید بلیط های ارزان و باوریناک است دادو یا دو کنین چی میگفتی؟ یک دو ها دو ها همین خیلی آمین گفته بچه ها آمین خدایا خداوندا همین فرزند آخرینی من پسری کاری کلانی من برزنگی دادا به خداوند یک زنی نقص فرورد یک زنی خدا ترس خداوند رساند دلشاد جان فرزندی میانم به خداوند یک ماشینی نقض پیش بازار رساند همین تو بم خداوند آبشیری تستر برو خانی خودت به صاحب شو الله اکبر زبان بلبل داده شما دیدم داداش این آمین اندر من نیستم این آمینین هم به تو نیستیده یا این نشب زن این نشب ماشین این نشب خانه من به چی او تو همه چیز داری کو 3 پسری برزنگی داری هوا خنک شده است پالتوم نیست منم پالتو پوشم می این مادرتون نمیماند آمین کنین الهی آمین زمستانی آماسادگی هر روزش 22 گرادوس گرم شود الله اکبر چکر بیا سلام علیکم و علیکم السلام همی خانه سعدی بیزنسمن کو در بازار کاروان شمودکس لباسا سودا میکنه همراه خونهش در کجا پا خانه سعدی اینه می خونه شونه اینه 500 نه 500 ماشین شه مالی رحمت افا چی گپ شدش یکا هیچ یک کارش داشتم خب من میگفتم شاخه میگم چه تا قدم نمیتونی ماشین خونه‌شان سلام علیکم اکای سعدی جان سوزی سلامتی خوبه همه نازک تنجی باور که کفتر خونه تموردم که نما اخرانای بزرگ گفتن که همین تریتوریا دای راست گپ همین جا اومدم هر چی یافتم تنجی باشه اکا تنجی خوکای دیگه اخی ما همین روز یک پالتو گرفته بودم کو برای زن من میدونی همین روز ابتی دا گرفته بودم اکا جان بگی علیش کی زنم دا معقول نشد ای بچه چه معقول نشد این 9000 تومان مسته 9000 تومان ده خریدی اکا اخای ما ها همین 9000 تومان خریدم نکی معقولش نشد چیکار کنم اکا خای که معقول چی نشدی کار شما ما علیش نمیکنم من بگیرم اکا این پالتو را خود تعلیش نکنیم ما دکجا علیش میکنیم دیگه ای دودر تو پالتو را نه برا زن تعلیش کن
ها اینیه کای خدا رحمتش کند ها ای گوش کن وای همون ماشینی وای مرسدس چیکار کردین فروختین نفروختین دیدی من گفتم که میفروشین بعد همون از نوگی همون سودا آورده اینجا با شد تو نخند من بخندیدم که تو نخند تو خندی منم مسخره کرد دیگه ببین خب خیر من اینجا کلینت ها بسیارند برای همین بدتر زنگ میزنیم بدتر زنگ میزنیم خب نوبت کی دارید سلام السلام علیکم ممکنه ها برای چی بیایید السلام علیکم السلام علیکم علیکم توفلی ها رو نمیشه توفلی خیلی مرحبا بشینه از این گوشه تا وای گوشه شهر و ولایت و میشناسند خیلی مردم با ما کمتر دشواریاش به یاردم میکنیم سبب میشیم اسم شریفشون رخشانه بای شانه گفتید شانه رخشانه بسیار خیلی رخشان جان گم مایلش میشه رخشان جان خیلی کدام مسئله کدی چی خدمت کنیم همین دانشگاه تیبی در تحصیل میکنم آزر من چای نوشم یک کس گپ زند نوشته نمیتونم باز یک دقیقه آزر من همین خیلی نوشم گیدن خب من دانشگاه تیبی در تحصیل میکنم اینا هم کورس من به معلوم شد همین خیلی من همیشه سوزن دوره دیده استادیم موزی اینا هر دوشان من در عاشق شدیم بهترین کار ده هر دوشان عاشق شده گیم؟ هر دوش عاشق شده آخرین دختری زیبا با آخرین خیلی عاشق نمیشه من خیلی وای کمتر چی دارم خیلی زیغ نمیشه آدمی بسیار آمده میارد آوره خب من ماه دیگه توی دارم همین میفهمدن وقتی کدامشان آمد میکنن کدامش مرا میگیرن یعنی که شما فهمیدنی که با کدام از اینها شما هم خانه میشوید بله بسیار مردم همین مسلقتی آمدگی بسیار یک تیش آمد گوید راستی گفت من گفتم فلانی شما وقتی هم خانه میشد همین خیلی هم شد حاضر انا خانو در کرده گشتیم اینش روسیه و اینش تاجیکستان و به نهایت نقص خب بالش حاضر میبینی خواهرم جون میدویستم کاری سعدی آمد میکند سعدی مرا میگیرن نه شما یه دلشاد میگیرد سعدی جان زندگیت به موفقیت بچه